سلام، خیلی خوش اومدید به دومین ویدیو کانال یوتیوب جدید من و شروع دوبارم. بریم سر اصل مطلب. یه قولی داده بودم بهتون توی اینستاگرام. من وقت پیش یه سری از ویدیوهای قدیمیم رو گذاشته بودم که با همدیگه مرور خاطرات کنیم از سال 1397. استارت زندگی جدیدم از اونجا خورده شد. از ویدیوهایی که توی ایران بودم و میرقصیدم و خیلی خاطره دارن همه باهاش با اون ویدیوها. قول داده بودم که بیام تعریف کنم اصلا چی شد که اینجوری شد، اصلا چی شد که راه و مسیر زندگی من عوض شد، چی شد که من الان اینجام و اصلا چی شد، واقعا چی شد. میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که کجا رو درست رفتم، کجا رو غلط رفتم و چه تجربه‌ای کسب کردم. شاید که خیلیاتون با من هدف مشترک داشته باشید و بتونید حداقل از اشتباهاتی که من کردم یا کارهای درستی که من کردم درس بگیرید و به دردتون بخوره و بهتون کمک کنم. بریم سال 1396. از سال 1396 استارت میزنم چون سال 1397 دیگه یک سال قبلش باعث شد که سال 1397 این اتفاقا واسه من بیفته. پس من از یه سال قبلش واسهتون تعریف میکنم که اصلا چی شد که اینطوری شد. سال 1396 یه روز دختر قصه ما تصمیم میگیره که بره یک کلینیک زیبایی و به لباش برای اولین بار ژل بزنه. خیلی هم هیجان داشتم و رفتم اونجا و نشد ژل بزنم و همین شد باعث شد که من یه اتفاقی افتاد. حالا با اتفاقاش کاری ندارم ولی یه اتفاقی افتاد که نشد من اونجا ژل بزنم و همون اتفاق باعث شد که من با دکترهایی که توی اون کلینیک خانواده بودن کار میکردن آشنا بشم و دوست بشم و همین دوستی باعث شد که من تصمیم بگیرم که کار کنم با اونا و اتفاقا خیلی هم بهم کمک کرد کار کردن توی کلینیک دکتر، به خاطر اینکه من تا قبل از اون اصلا روابط اجتماعی قوی نداشتم. یعنی اصلا دوستای کمی داشتم، از خونه زیاد بیرون نمیرفتم، خیلی محدود بود روابطم. ولی خب توی اون کلینیک زیبایی من مجبور بودم خب به خاطر شغلم با آدم‌های زیادی سر و کار داشته باشم. این هندل کردن یک سری آدم زیاد رو من اتفاقا توی اون کلینیک یاد گرفتم که یه تجربه خیلی عالی بهم اضافه کرد و همه چی داشت خوب پیش میرفت. دختر قصه ما نیلی خانوم یه دونه دختر شده بود که داشت سر کار میرفت، در ضمن دوست پسرم داشت. دوست پسر که چه عرض کنم نامزد داشت دیگه، داشت ازدواج میکرد، توی مرحله ازدواج بود با نامزدش و داشت واسه خودش مستقل کار میکرد، پول در می آورد، خیلی همه چی بر وفق مراد بود تا اواخر سال 1396 که چهارشنبه سوری بود. توی کلینیک کار میکردم. دکتر اون کلینیک دعوت کرد از همه بچه‌های اون کلینیک که بیاین شب چهارشنبه سوری همه بچه‌های کلینیک جمع بشیم توی یه ویلایی که واسه خود دکتر بود، بگیم بخندیم برقصیم، چهارشنبه سوری رو جشن بگیریم، شام بخوریم و خوش بگذرونیم. من قبول کردم. به مامان بابام دوست پسرم گفتم که من دارم میرم دیگه، میخوام برم اونجا خوش بگذرونم با بچه‌های سرکارمون، یعنی بچه‌های کلینیکمون. هیچی، من خوشگل کردم خودمو، موامو فرفری کردم، چتری هم زده بودم، کلی آرایش کردم، یه لباس خیلی سکسی هم پوشیدم. زاویه فکم اون موقع ها مد شده بود، همه میزدن، منم زاویه فک زده بودم. البته نه به حد اینکه خیلی بخوام پلنگ بشم، اما نچرال زاویه فک زده بودم. خب تو کلینیک زیبایی کار میکردم، طبیعی بود که هر چیز جدیدی توی مارکت زیبایی میومد رو بخوام امتحان کنم. و دیگه خلاصه خیلی خوشگل کردم و بلند شدم رفتم مهمونی شب چهارشنبه سوری که با بچهای کلینیکمون بود. همه چیز خیلی خوب بود، من داشتم میرقصیدم، خیلی سرخوش، خیلی داشت خوش میگذشت، همه چی بر وفق مراد بود تا اینکه من بلند شدم شروع کردم به رقصیدن خیلی جدی. یه آهنگ خیلی غریب پلی شد و من بلند شدم رقصیدم. بچه‌های کلینیک، یعنی همون کسایی که آشناهام بودن توی اون کلینیک، از من فیلم گرفتن. من اون موقع کاملا آدم معمولی بودم، مثلا نه فیمس بودم نه معروف بودم، کاملا آدم نرمالی بودم که به عنوان یه آدم نرمال بلند شدم برقصم توی اون مهمونی. اوکی، تا من بلند شدم به عنوان یه آدم نرمال توی مهمونی بلند شدم برقصم. از اونجایی هم که خب خیلی سکسی شده بودم و اینا،
بلند شدن ازم فیلم گرفتن و دیدم که دوستام دارن ازم فیلم میگیرن. منم گفتم که خب بگیرید. منم سرخوش بودم خیلی، حالا دیگه سرخوش یعنی سرخوش بودم. بعد ازم فیلم گرفتن و کلی اون شب رقصیدیم و اینا. من یه اینستاگرام داشتم، فالوور زیادی نداشت، فکر کنم 10-12 کی فالوور داشت اون موقع. تازه 10-12 کی فالوورم با 1000 تا چیز جمع کرده بودم. یادمه میرفتیم با دوستام همه رو فالو میکردیم، تون 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 فالو میکردیم، بعد میرفتیم فالومون که میکردم آنفالوشو میکردیم. اینجوری 10-12 کی هم جمع کرده بودم. یعنی دنبال فالوور بودم از اون اول، یعنی تو سرم این فرکانس رو داشتم که فالوور زیاد داشته باشم. هیچی، خلاصه اینا از من فیلم گرفتن و فردا شد ما رفتیم خونه همون خوابیدیم و فردا شد من گفتم بذار ویدیوهامو می‌خواستم بذارم تو اکانت اینستاگرامم که به مامانم اینا ببینن، خانواده‌ام ببینن، دوستان ببینن، یعنی در همین حد خلاصه میشد دیگه. من اومدم خونه ویدیوها رو نگاه گفتم وای چه ویدیوی باحالی، چقدر مثلا انرژیش خوبه، اینا فردا حتما بذارم تو صفحه اینستاگرام که خانواده‌ام و دوستان ببینن. هیچی، اون شب خوابیدم، صبحش بیدار شدم، ویدیومو پست کردم. چشمتون روز بد نبینه. یه روز گذشت، فرداش دوباره از خواب بیدار شدم، دیدم پستی که گذاشته بودم توی صفحه‌ای که 10-12 کی فالوور داشت، دیدم 1,000,000 ویو خورده. بعد گفتم چی؟ بعد دیدم یه عالمه مردم دارن به مسیج میدن، کامنت گذاشتن. اصلا گفتم چی شده؟ بعد اون موقع 1,000,000 ویو اون موقع سال 1396-97 برابر بود با مثلا 20 میلیون الان. 1,000,000 خیلی بود، یعنی اصلا خیلی عدد بالایی بود اون موقع واسه یه پیج که 1,000,000 ویو بخوره. همه میگفتن واو مثلا چه خبره، چقدر خفنه که مثلا یه همچین ویدیو اینقدر ویو خورده. بعد گفتم که خب اوکی، نمیدونستم بعد چی کار کنم دیگه. گفتم اوکی ویو خورده دیگه، خیلی آدم بودن. از یه طرفم خوشحال بودم و از یه طرف گیج بودم. مثلا گفتم منو این همه آدم دیدن. از یه طرفم گیج بودم که اینا چرا بعضیشون فوش میدن، بعضیشون چرا قربون صدقه میرن. اصلا خیلی ناآشنا بود همه چی واسم. تا اینکه رفتم تو اکسپلور، یه سری پیجا بودن قبلا که هر چیزی وایرال میشد. اسم یکی از پیجا تیمارستان بود فکر کنم، تیمارستان اون موقع واسه سال همون 96-97 اون پیج تیمارستان هر چی میذاشت بقیه پیجا هم میذاشتن، پیجای زرد اینستاگرام. یعنی یه پیج بود که 1,000,000 فالوور داشت، بعد هر چی که وایرال بود توی اون پیج پیدا میشد دیگه. یعنی همه فالو داشتن اون پیجی که ویدیوهای مثلا وایرال اینستاگرامو ببینن. هیچی، اینا برداشته بودن این ویدیو رقص من گذاشتن تو اون پیج، از اون پیجم همه برداشته بودن تو کل اینستاگرام. یه ویدیویی که من داشتم میرقصیدم واسه تونم میذارم ببینید. یه ویدیو رقص که دارم غیر میدم و میرقصم. هیچی، من کنجکاو شدم، رفتم کامنت ها رو شروع کردم با دقت و حساسیت زیاد شروع کردم بخوندن. گفتم که خب دیدم اکثریت، یعنی از 100% کامنتی که مثلا میذاشتن 99%ش داشتن ازم تعریف میکردن. همه میگفتن وای چقدر نازه، وای چقدر خوشگله، وای نمیدونم فلانه، وای چقدر گوگولیه، وای موهاش چقدر خوشگله. هیچی، خدا چشتون روز بد نبینه. من خوشم اومد. دیدم همه دارن ازم تعریف میکنن، گفتم که خب خوبه دیگه، حتما کار خوبی دارم میکنم که همه دارن ازم تعریف میکنن. خوشم اومد و گفتم که توی اون شب همون یه ویدیو رو فقط ازم نگذاشتن، خیلی ویدیوهای دیگه داشتم از زوایای مختلف رقصیده بودم، همه داشتن ازم فیلم میگرفتن. گفتم که خب این یه دونه که مثلا انقدر خوب بود گذاشتم، بذار یه دونه دیگه از ویدیوهای اون شب رو بذارم. دوباره آقا من برشم یه دونه دیگه گذاشتم تو پیجم، دوباره دیدم همه جا پخش شد، دوباره ویو گرفت. دوباره برشم یه ویدیو دیگه گذاشتم. هر چی که از اون شب بود و من برداشتم پست کردم توی اینستاگرامم، تا اینکه دیگه خیلی دیگه دیدم دارم معروف میشم، تا اینکه کل اینستا رو گرفته بودم در بر. یعنی دیگه هر جا میرفتم تو اینستاگرام خودم رو میدیدم، همه ویدیوهای من بود با آهنگایی که میرقصیدم. 2 هفته گذشت، من همینجوری هی ویدیوهامو میذاشتم، هی ویو میگرفتم، هی تو اینستاگرام وایرال میشد ویدیوهام و اینا، تا اینکه دیدم دایرکتام. رفتم تو دایرکتام، دیدم نه قضیه مثل این که بزرگتر از این حرف هست. رفتم تو دایرکتام، دیدم که خواننده ها دارن به هم مسیج میدن. اصلا من واقعا کانفیوز بودم. خواننده ها دارن به هم مسیج میدن و دارن پیشنهاد مالی به هم میدن که
ما بهت پول میدیم تو با آهنگ ما برقص و پست کن. خب دیده بودن که خب هم پیجم ویو خوب داشت میگرفت، هم ویدیو هم خیلی وایرال میشد. منم گفتم چه خوب دیگه، داشتم منبع درآمد واسه خودم یعنی پیدا کرده بودم دیگه، منبع درآمدی که کار خاصی نمیخواست بکنی، فقط میرقصیدی، یه ویدیو از خودت میگرفتی در حد 1 دقیقه میرقصیدی تموم شد میرفت. خب خیلی خوب بود دیگه. بعد هیچ کس اون موقع کار نمیکرد. فکر کنم اولین نفری که کلا خاک این قضیه رو خورد توی مارکت اینستاگرام، چرا چند نفر دیگه بودن، فقط من نبودم، چرا، ولی من جزو اولین کسایی بودم که خاک این قضیه رو خورد تو مارکت ایران، که از خواننده ها پول بگیره، تبلیغات کنه و با آهنگشون برقصه. کسی این کارا رو نمیکرد اون موقع، جز 2-3 نفر معدود که رقصنده بودن، دنسر بودن، میرقصیدن. خب من شروع کردم از این خواننده ها نفری 2 میلیون 3 میلیون اینا میگرفتم و میگفتم که باشه من با موزیکتون میرقصم و پست میکردم و خیلی هم وایرال میشد. یه بار یادمه که از 11 تا خواننده به صورت یک جا پول گرفتم، نه که یک جا، مثلا تو چند روز مختلف این 11 تا رو جمع کردم، پولاشو کنم شد حدود اون موقع شد حدود مثلا 20 میلیون من جمع کردم. رفتم کردان، یکی از دوستامو برداشتم به عنوان فیلم بردار با گوشی بیاد ازم فیلم بگیره. یه ویلا توی کردان اجاره کردم 500,000 تومان، یه ویلای خوبه نه ویلای بد، یه ویلایی که قشنگ خفن بود و گفتم که من میرم توی این ویلا 1 شب اجارهش میکنم، وسط 2 تا 2 فرداش ویلا رو داشتیم دیگه، 1 روز اجارهش میکنم و کل این 11 تا ویدیو رو از گوشه به گوشه های مغز متفکر منو ببین. یه ویلا اجاره کردم، چقدر مغز اقتصادی قوی داشتم. یه ویلا اجاره کردم با 500,000 تومان، کل ویدیوها رو از گوشه به گوشه از هر گوشهش یه استفاده کردم. 11 تا گوشه رو من نشون کردم، لباسم خریده بودم با لباسای مختلف که یه دونه از اون ویدیوها ویدیویی بود که وسط 2 تا باند وایساده بودم با یه لباس خالخالی داشتم میرقصیدم که اون ویدیو هم خیلی همه مثل که دوست داشتن. موقعی که گذاشتمش تو اینستاگرام همه خیلی خوششون، یعنی بهم دایرکت میگفتن که ما خیلی دوست داشتیم مثل تو برقصیم، دنبال این لباسا میگشتیم، ولی من اصلا واقعا نمیرقصیدم، فقط داشتم ادا در میآوردم، شاید اشوه خیلی میریختم. و یه دونه دیگه هم اون ویدیویی بود که پشتم یه لباس مشکی یه سرترم بود و پشتم یه کاغذ دیواری بود که خیلی مد بود اون موقع، تو ویلاها خیلی استفاده میکردن. خلاصه از هر گوشه به گوشه این باغ من استفاده میکردم و ویدیو همون میگرفتم. مغز اقتصادی قوی، همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا ماه اول، تا اینکه یه روز دیدم تو کل اینستاگرام پخش شده که 2 تا دختر گرفتن که میرقصیدن تو اینستاگرام. اون 2 تا دختر فکر کنم خیلیاتون میشناسشون، اسم یکیشون مائده بود، اسم یکیشون هم الناز که هنوز هست، ولی مائده رو ازش خبر ندارم که دیگه باشه یا نه. خیلی اون موقع خیلی بولد بودن و خیلی میرقصیدن، رقصشون هم خیلی وایرال میشد، ولی اونا خب واقعا دنسر بودن، من دنسر نبودم، من فقط مثلا اشوه میومدم با اشوه مثلا ویدیو میگرفتم. تا اینکه دیدم اینا رو گرفتن، همه جان پخش شده که اینا رو گرفتن بردن و اینا. من ترسیدم آقا، من ترسیدم. یه دوست مشترک داشتم با اینا که به من زنگ زد گفت ببین اینا رو گرفتن، حواست باشه اگه از یه شماره نو کالر آیدی بهت زنگ زدن جواب نده. منم گفتم که باشه. ترسیده بودم. خب من شرایط خانوادگی من اینجوری که بابا مثلا نباید میفهمید که من این کارا رو میکنم. بابام خب اصلا اون موقع از اینستا سر در نمی آورد که بخواد منو ببینه دارم چی کار میکنم چی کار نمیکنم. بابام مثلا صبح میرفت مسجد، شب میومد خونه، بعد اصلا نمیدونست، نمیدید منو. و گفتم که باشه، به دوستم گفتم که باشه جواب نمیدم اگه زنگ زدن. فرداش گذشت، اون شب گذشت، فردا دیدم از یه شماره نو کالر آیدی دارن به من زنگ میزنن. قلبم بوم 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 داشت میزد. گفتم اگه من جواب اینا رو بدم که خب میگن بیا، اگرم جوابشون رو ندم میریزن تو خونمون، پس چیکار باید بکنم با بابایی که دارم، اصلا با داستانایی که دارم اصلا نمیشد. یعنی اصلا گیج بودم، ترسیده بودم، گفتم فرار کنم کجا برم، به خانواده‌ام چی بگم. اصلا خیلی شرایط فاکتابی رو داشتم سپری میکردم توی اون لحظه. فقط به نامزدم گفتم که ببین یه همچین مشکلی پیش اومده، من باید سریعا از ایران خارج شم چون این 2 تا دخترا رو گرفتن، اگه من بمونم داستان خیلی بد میشه، یعنی اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد اگه بمونم. نامزدم گفتش برو. به مامانم هم گفتم که مامان برم، حداقل 1 ماه بعد نباشم تا آب از آسیا بیفته، بعد ببینم چی میشه. دیگه مامانم هم گفتم مامان یه جوری بابا رو آروم کن، به بابام بگو که
دارم واسه یه سفر کاری از کلینیک فرستادم، من دارم میرم گولش زدم. بابا اگه این فیلمو میبینی واقعا معذرت میخوام، ولی من اون موقع تو شرایط خوبی نبودم، مجبور بودم که بهت دروغ بگم. و گفتم مامان یه جوری بابا رو آروم کن که بگو 1 ماه صرف کلینیکشون داره میره مسافرت و برمیگرده. مامانم گفت باشه دیگه. همه دست به دست هم دادیم که اتفاقی واسه من نیفته دیگه. خلاصه یه بلیت گرفتم و همون شب مقصد ایران رو به ترکیه ترک کردم و نمیدونستم که، فکر میکردم برمیگردم ولی نمیدونستم اون آخرین باریه که من دارم از ایران خارج میشم و دیگه هیچ وقت قرار نیست ایران برگردم. البته تا الان، از الان به بعد رو نمیدونم که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی حداقل تا الانش رو میدونم که این اتفاق نیفتاده. خلاصه من رفتم یه دونه خونه اجاره کردم و گفتم که من 3 هفته میمونم. حالا توی این 3 هفته یه سری اتفاقات افتاد و باعث شد که من تو ترکیه موندگار بشم. توی این قسمت فکر کنم دیگه کافی باشه. اگه میخواین بدونید استارت شروع داستانهام و اتفاقهایی که برام افتاد، اتفاقهای جدیدی که تو مسیر زندگیم واسم افتاد و چیزهای جدیدی که تجربه کردم، اگه دوست داشتید بدونید توی کامنت ها به هم بگین. تازه اصل داستان رو واسهتون تعریف کنم. اصل داستان که اصلا چی شد که نیلی اینجوری شد. این بیس قضیه بود و از قبل قضیه بود. از بعد اینکه اومدم ترکیه و شروع ماجراهای هیجانی تر برای من تازه شروع می شد. اگه دوست داشتید پارت بعدی رو براتون بگیرم حتما تو کامنت ها به هم بگید. اگرم دوست داشتید ویدیومو لایک کنید، اگرم دوست داشتید سابسکرایبم کنید که زودتر کانالم بیاد بالا و من ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. حتما هم نظر خودتون رو بگید. آره اگه سوالی داشتید در رابطه با این داستانی که حالا بیس قضیه رو تعریف کردم براتون، توی کامنت ها به هم حتما سوالتون رو بگید. تو پارت بعدی حتما جواب میدم. فقط یه قسمت از پارت بعدی آنچه خواهید دید رو براتون میذارم ببینید. اون دیت رو رفتم، اون شب اون ویدیو رو گرفتیم، نامزدم با هم کات کرد، خانوادم گفتن تو دیگه دختر ما نیستی. اصلا اتفاقات عجیب غریبی افتاد. ایران دیگه نمیتونستم با اون ویدیویی که گذاشته بودن ازم برگردم. اصلا توی شرایط فاکتاب خیلی بدی گیر کردم که همه تو کسری از ثانیه همه قیدمو زدن، هم خانوادم، هم نامزدم، هم کشورم، هم و نیلی مونده بود و یه مسیری که مجبور بود بره توش.